خداوند جان و خیرت کزو برتر اندیشه بر نگذرد. سلام درودی به پایان بینندگان گرامی نثارتان باد. و این لحظه در برنامه مهمان هستیم و من با شما هستم علیشری عبدالمجید و فرحمندیم و خوشنود هستیم که امروز در مهمانی ما حضور دارند مشاور رکتور اوید و ارتباط با جامعه فقیه دانشگاه دولتی کلاب به نام ابوالفضل رودکی، همزمان خاورشناس ظفر میرزایان. سرول استاد را به برنامه خوش آمدید میگویم. استاد خوش آمدید به برنامه ما. واقعا هم شاهنامه حکیم فردوسی این بی‌زوال است، فراخ است و در آن تمامی پهلوهای حیاتی امروزه ما نهفته است. چی از لحاظ فلسفی و چی از لحاظ دینی نظر افکنیم، حکیم فردوسی در شاهنامه بی‌زوال خود به طور فراوان درباره هم فلسفی هم دینی سخن‌های زیاده و گسترده گفته است و چگونه که آگاهان استاد می‌دانند پژوهش‌های شما پیوسته در مورد شاهنامه بی‌کنار هستند و آن جستارهایی که شما در شاهنامه دارید فکر میکنم که در قلمرو جمهوری یکی از بهترین ها است و سرآغاز استاد میگفتید که چه باعث شد که شما بیشتری پژوهش‌های خود را به شاهنامه بخشیده اید؟ نخست سپاس با شما که کندکاها درباره شاهنامه خوانان و شاهنامه دانان میکنید. براستی یک چیز است که شاهنامه رو من با گمان شخصی من است که کسی اگر که نخوانده باشد و از خویشتن شناسی ملی دور است و سرگذشت هزار ساله های ما در شاهنامه به نظم در آورده شده است. هرگاه من شاهنامه میخونم یا درباره شاهنامه میشنوم چیزی مرا باید در پیش نظرم لحظه های جنگ، لحظه های شیهه اسپان، چکاچکی شمشیر، صدای بوق، کرنای و دیگر اسباب های جنگ و دعوت به جنگ به یاد می آید. وقتی در آنجا من می بینم همان شعر فریدون مشیری به یاد می آید که می گوید مرگ مردان مرگ در میدان، با تپیدن های طبل و شیون شیپور، غرقه بر خون پیکری افتاده در زیر سم اسبان. و چه شیرین است رنج بردن، پا فشردن در ره یک آرزو مردانه مردن. و آنجا هم در ره آرزوی خویشتن شناسی ملی، در ره آرزوی وطن را از حمله دشمنان نگه داشتن، همه این صداها، این پیکره های 70 پشت ما که به خاک و خون غلطیدن نگذاشتن که دشمن تسلط پیدا کند به این مردم پیش نظر می آید. شاهنامه مرا برای همینش، برای مبارزه مردمان ما و یاد شهیدانی که برای مبارزه وطنخواهی جان باختند به یادم می آید و ما آنها را اگر یاد نکنیم پیش آیندگانمان گناه خواهیم کرد. با اینکه آیندگان ما نمیدونن که این پدران ما، وقتی که پدران میگویند ما بابایان و نیاکان خود را در نظر داریم. این نیاکان ما چون بودند که گیتی به ما چنین دادند. همین شاهنامه را من یک باره میگویم که من نه به همه پژوهش هایی که پژوهشگران شاهنامه میبرند راضیم. برای چی راضی نیستم؟ برای آنکه من در
وقتهایی که مشغولم به شاهنامه آموزی میبینم که این سطرها ساختکارانه یعنی الحاقیان یا سطرهای خودی فردوسی می باشد. شما شاید با خبر باشید که شاهنامه را تغییر دادند. همه 60,000 بیت شاهنامه را گرفتند در زمانه ها با گونه خود درست کردند و یک قصه را یک داستانی را در مکتب‌های تحصیلات همگانی وقتی که درباره حکیم فردوسی می رود بافتاری هست که گرفتند از نظام عروض سمرقندی که گویا شاهنامه را به سپارش محمود سبکتگین سلطان محمود سبکتگین گرفته حکیم فردوسی نوشته باشد و وقتی که برده این شاهنامه را می سپارد شاه برای شاه معقول نمی شود و یک سیله ناچیزی برای او می دهد که این رفته در حمام سر و تن می شود و یک نوشاکی و می نشد. واقعا هم درست کرد که شاهنامه پر از جسارت، پر از مردانگی نیاکان ما را نشان می‌دهد. استاد عزیز خوب میگفتید که بزرگی حکیم فردوسی را در چی می‌بینید و چی باعث شد که حکیم فردوسی به ایجاد چنین یک اثر گران ارزش دست زد؟ حالا بسیار شنیدم که میگویند خب این شاهنامه نثری بود و شاهنامه دقیقی بود و حکیم فردوسی گرفته ادامه او را. من به هیچ باور کردن نمیتونم، برای اینکه وقتی که در مقایسه میبینید سبک فردوسی از سبک دقیقی از زمین تا آسمان تفاوت دارد و حکیم فردوسی البته اثری تاریخی نوشته است، لیکن شاهنامه تاریخی هم باشد تاریخی ادبی است. روسا یک عبارت دارن художественно историческое произведение, художественное ادبی بدی و исторически تاریخی. شخصی که چنین اثر می نویسد و اولش که تاریخ را می نویسد لیکن در همون قهرمانان اثر عیناً آوردن اسم آنها یا سرگذشت آنها را عیناً آوردن برایش مهم نیست. اصل مقصد این است که همون سرگذشت مردم را در همان سالها نشان بدهد. مثل که حکیم فردوسی در شاهنامه سلاله مثلا پیش هخامنشیان را مقدار اهمیت نداده است یا مثلا اشکانیان را اهمیت نداده است. چرا؟ خب این برای خودی حکیم فردوسی است. چرا؟ در شاهنامه کوروش کبیر کوروش بزرگ نیست، برای آنکه مقصد او هدف او از بازتاب گذشته تاریخی نیست، بلکه شاهانی زمانه‌های پیش را خواه پیشدادیان بودند، خواه مثلا هخامنشیان بودند، خواه ساسانیان بودند، همش را در گذشته های دور و دراز آنها نشان دادند که این کشور را چگونه نگاه کردند و کیها با این سرزمین حمله کردند و کی در آنها مثلا مغلوب شد و در آخر لشکر عرب سرزمین ایران را تسخیر کرد. همین در 9 جلد شاهنامه اگه مثلا خوب اگر بگیریم از چاپ‌های هستن که 4 جلد است و خطی فارسی چاپ‌های هستن 5 جلد است، تمام سرگذشتی دولتداری تاجیکان نوشته شده است و آنجایی که شکست خورد این مردم ایرانی وقتی که ناگفتن نماند که اینجا باید اهمیت داد که وقتی که ما ایران میگوییم در نظر داریم سرزمینی همون ایران از خلیج فارس تا مرزهای چین که در اینجا همون تاجیکا ایرانی‌ها در افغانستان تاجیکان اینها زندگی میکردند. یعنی جغرافیای شاهنامه که چند پیش یک کنفرانس بسیار خوبی
بین المللی در دوشنبه گذشت و من در اونجا صحبتی داشتم. در اونجا بسیار دانشمندان سوال با میان گذاشتن، پرسش با میان گذاشتن که خب من مثلا رضا شاه پهلوی شاه فقید ایران رو خوب نمیگم که کاری بد کرد، اما او باید این کار را بیمان میکرد. یک وقتی که ایران میگن و تاجیکستان هم در نظر است، باید تاجیکستان سمرقند، تاجیکان سمرقند و بخارا و بلخ و بامیان و ارزگان و سمنگان و دیگر کشورهای دیگر هم باید نام ببرند. درست، واقعا هم بسیار خوب قید کردید همین در مسئله مرزهای ایران توران و چند پیش من هم مقاله شما رو در نشریه انوار دانش مطالعه کردم که بسیار یک دقیق نظرانه با این مسئله اندیشه های شما در اونجا کاریده است. خب استاد، واقعا هم ما امروز بسیار میشنویم و بسیار بعضا نفران با آن اندیشه هم که نقش زنان در شاهنامه اونقدر یعنی که برنامه اونقدر اهمیت نداده است و از این رو خواستیم که از شما پرسان شویم که نقش زن در شاهنامه چگونه تجسم یافته است. باید بگویم که مردمان ما در گذشته های دور به زنان بسیار احترامی بلند داشتند، ارج میگذاشتند. شاید در دینهای دیگر خدا بانوان میگیم، یعنی بانوان خدا نباشند. هست در یونان باستان اونا خب خدای بسیار داشتند، لیکن ایزد بانو یعنی خدا بانوی ما اناهیتا در تاریخ ما است که وی خدای باران، خدای مثلا حاصل بلند، خدای سرسبزی بود. خب این البته اسطوره تاریخی ما است. این بیشتر در زمان باوری های دینی پیش از زردشتی بود، در زمان میترائیسم بود. اما وقتی که زردشتی میاد، زردشت یگانه خدایی را جاری میکند که خدای یگانه اهورامزدا است، خیرتی ابدی و دیگر اونا فرشته اند و آناهید و دیگر مثلا اونا فرشته اند. خدا یگانه است، وقتی که اونا به همان سانه که در اوستا هم آمده است. و زن ببینید در شاهنامه حکیم فردوسی نخستین همون گردآفرید است که برای حمایت وطن میبراید با سهراب جنگ میکند و قریب که سهراب را شکست میدهد، از اسب میافتاند. و این معنی بسیار بلند دارد همین آبرز، همین نمادی گردآفرید. بعد میویم مثلا نمادی رودابه که با زال عاشق میشود، این خودش یک تاریخی بسیار بلند دارد. شما وقتی که اهمیت بدهید، رودابه مشاوری شاه بود، مشاوری شوهرش بود، شهر میداد را، حتی مثلا بعضا همون رسالتی یعنی میسیایی دیپلماتی را اجرا میکرد. و وقتی که زال زر با رودابه عاشق میشود، این خوب عشق ورزی آنها با یک طریق عجیب و خاص است. و یک لحظه ای هست که رودابه برای آنکه به قلعه زال ببراید، مویش را از بالای قلعه پایین میکند، این موی را کاکلای اون را قبیده میبراید بالا. و این به کدام مقصد عشق زال و رودابه را چنین آفریده است حکیم فردوسی؟ برای آنکه رودابه تولد کننده یعنی به دنیا آورنده رستم است، رستم داستان است. یعنی فرزند رودابه رستم داستان تولد می شود که وی نجات بخش کشور می باشد و حتی شاهان را او به شاهی به تخت می شناند. و وقتی میگن وقتی که جای شاه خالی می شود، میگن که ما زال تو را میخواهیم که به شاهی بپذیره، ببخشید رستم را میخواهیم که به شاهی بپذیرم، و در قهر می شود و میگه که نه، من برای شاهی به دنیا نآمدم،
من با شاهی مملکت را شاهنشاهی مثلا کشورم را وطنم را ما حمایه میکند و در فرجام زندگی رستم هم وقتی که رستم سهراب را میکشد پسر خود را من در اینجا در همین مورد یک چیز خود را دارم یک بینش شخصی خود را بینش تعلیلی خودم را دارم که رستم تا اندازه احساس میکرد که این پسرم است چون که سهراب بسیار میپرسد که رستم کجاست چی است و وقتی که گوشتی میگیرن آغوش میگیرن خب البته بوی پسر به پدر میرسد احساس میکند تا انجاز و میبیند اگر کمتر سستی کنند چون سستی در پیکری رستم جهان پهلوان میافتد و گاهی بزانو میزند نمیتواند این بچه‌ک را بیافتاند این از زمین است که فردوسی اینا بسیار با یک زیبایی با یک روشنی بیان میکند اما سخنهای سهراب از یادی از رستم نمی روند برای که سهراب این بچه که تحریک میشد از طرف تورانی ها برای جنگ کردن میگوید که برانگیزم از گاه کاووس را ز ایران ببرم پی طوس را نه گرگین بمانم نه گودرز و گیو نه گستهم نوذر نه بهرام نیو یعنی همه پهلوان ها طوس و گیو و گودرز اینا را نیست میکنند یعنی همه مارشال های جنگی را نیست میکنند پس چی میماند دیگر در ایران برای همین همه اندیشه ها را از سر دور کرده خنجر میزند به سینه سهراب و بعد از آن که آشکار میشود که این پسری رستم است داد میگوید فریاد میزند رستم من البته همون مؤلفانی سناریا و این داشت کالتونوف داشت روس بود و بوریس کیمیاگرافی شخصیتی بسیار بزرگی بود البته تا اندازه اینها شاهنامه شناس نبودند اینا فیلم شناس بودند ایجادگری فیلم بودند لیکن به درون مایه شاهنامه من گمان میکنم که نه در آمده بودند و زمانه بود که اینا حتما لازم نبود برای آنکه وقتی که همین لحظه را میبایست اگر در همون صحنه های کوه های چیل دختران ثبت میکردند باید این کوه ها میلرزیدند سنگ ها از کوه جاری میشد به زیر زمین دریاها پرآشوب و پرتلاطم میشدند برای که رستم با نعره همون مردانه داد میزند که بگو تا چی داری زی رستم نشان وقتی که نشان رستم را نشان میدهد این نعره میزند که رستم منم کم مماناد نام داد میگید بینید نشیناد بر ماتمم پوریسام پوریسام یعنی زال است زال در ماتم من بشیند که میو میگه آخر چون لحظه های فراموش ناشدن است یا شما گفتیم در باره زن ها سوال دادید در فیلم تخمینه دویده به خبری مرگ پسر را میشنود دویده می آید لیکن در اصل این خبر را رودابه میشنود مادر کلانی سهراب خبر می شود و او پویلوچ سریلوچ این بانوی بسیار باخیرت دویده داد فریاد گفته می آید اما تأمینه را وقتی که از مرگ سهراب می گویند در جایش می افتد و دلش می کفد خب استاد بسیار جالب قید کردید واقعا همون ابرازی رودابه تخمینه این انعکاس کننده آن است که حکیم فردوسی در شاهنامه بی‌زوال خود مقام شایسته به زنها داده است بله ببخشید من در اینجا سخن شما را قطع میکنم برای چی؟ برای آنکه برای باز هم نشان دادن ولایت زن که زن محض است که مرد میتواند مردی کند یک داستانی است داستانی جهانگیر زاری میکند که من میدارم به اسلحه خودم تنها میدارم فقط شهر شما رو تماشا میکنم بعد اجازت میدهند
و با ملکه حرم صحبت میکنند و میگویند که بعضی از چیزها که اسکندر برآمد از این شهر خودش را مغلوب کرده حساب کرد. یعنی وی در پیش زنان ایرانی خودش را مغلوب حساب کرد. واقعا هم بسیار یک قصه خوب استاد. واقعا هم استاد به نظر شما مقام و منزلت شاهنامه در ادبیات خارجه چگونه است و اون به کدام زبان ها ترجمه شدند؟ بله، شاهنامه را نخستین بار یک ترجمان و خاورشناس بسیار بزرگ ژول مول به زبان فرانسوی برگردان کرده است و شاهنامه را خوب میگن 30 سال و از این کمتر هم میگویند، لیکن در اصل 35 سال حکیم فردوسی شاهنامه نوشته است و همین ژول مول 35 سال ترجمه میکند. بینید که عیناً 35 سال ترجمه او و یکی از ترجمه های بهترین است. خب دیگر با زبان های جهان، با ایتالیایی، با آلمانی، با خوب انگلیسی، با اسپانی و دیگر زبان ها ترجمه شده است. البته با عربی به نوع ترجمه شده است که ترجمه های گوناگونند، لیکن خود اصلی کتاب وقت دستنویس های 3 دستنویس بسیار مشهور وجود دارد که یکی در سنت پترزبورگ است، دیگری در لندن است و دیگری در کتابخانه ایران است که کتاب اینا دستنویسند. اما یک نکته را نباید فراموش کرد که شاهنامه وقتی که نوشته میشد کشوری ایران باستان در حالتی برهمزنی بود. از اینجا عرب حمله کرد، این مردم را شکست، این مردم را معنویاتش از بین برد و بعد از این تهدید بود که وقتی که اسماعیل سامانی خودش را به نام خود خطبه میخواند، خود را یعنی به بغداد دیگر اطاعت نکردن را این معنی داشت، دیگر ناچار عرب ها از بغداد راهی نداشتند، از بغداد راهبری میکردند. برای این ترکان بادیه‌گردی قره‌خانی، قره‌خطایی و ترکان سبکتگینی رو تحریک میکنند که بر ضد چیز برآید، سامانیان برآیند و همین خطر را هنوز وقتی که شاهنامه می نوشت این خطر پیدا شده بود، حکیم فردوسی احساس میکرد و هر روز یک داستانی را اگر تمام میکرد یا که یک ورقی رو به انجام میرسوند، اون اینطور ساده میبینند بعضی ها گویا که یک مصفحه 6 دست و شب و روز می نویسد و چند اونجا یک دستگاهی بسیار وای بود و حاکمی یا که مثلا شهرداری توس مبلغ گذاری میکرد، یاری میرسوند. حکیم فردوسی خودش باغ داشت. این از آن وقتی که بیچاره تصویر میکنند فردوسی را هیچ نباید باور کرد و بغیر از این اینجا همه جوانانی باسوادی نشسته بودند که گفته های حکیم فردوسی را می نوشتند و در ورق ها 100 ورق میکردند، یک ورق خوانده او را 100 ورق میکردند با بخارا و سمرقند و هرات و دیگر پهنه مثلا مردمان اوستا پهن میکنند. شاهنامه اینقدر برای چی شاهنامه را میگن که قرآن فارسیان، فارسی زبانان، این به معنی نداره که شاهنامه قرآن ایواز میکند. رسالت قرآن دیگر است، تربیه مردم است، تربیه خوب مثلا اخلاقی و دینی است. اما شاهنامه تربیه وطن پروری مردم است که خود را بشناسند، خویشتن را بشناسند، اینش بشناسند که ما از کجا آمدیم، کجا روانیم، چی شد که ما مثلا نباید ما زبانم را از دست بدهیم. همون گونه که همون یک مصری با محیدین آلمپوری رفیق ما گفته بود که شما چرا گفته است که زبان مصری خود از دست دادید؟ مصری ها زبان عربی نبود، از دست دادن. سوریانی ها از دست دادن زبان سوریانی را، لبنانی ها از دست دادن و در پی از دست دادن زبان فارسی بودند. و اون عربی مصری گفته است که اگر ما هم شاهنامه می داشتیم
زبان خود را از دست نمیدادیم. و این بسیار بهای درست است، بهای راست و درست است که ما از شاهنامه، در شاهنامه جمع الجمع 500 واژه عربی وجود دارد. امروز ببینید زبان ما پر از واژه عربی است، زبان ادبی ما پر از واژه عربی است که همون واژه های فارسی تاجیکیش وجود دارند، اما مردم آن را نمیدانند. درست واقعا استاد بسیار یک صحبت سمی بود. در یکی از صحبت های انفرادی استاد با شما من با کلمه های شاهنامه و گل واخوردم این بسیار توجه من رو جلب کرد و این لحظه من فکر میکنم که بینندگان ما نیز میخواهند که درباره مقام گل در شاهنامه و گل در شاهنامه چیزی بگویند. خیلی سخن‌های زیادن درباره گل. شما ببینید حکیم فردوسی نه تنها همین جنگ آوری با بیان ما را بازتاب نموده است، بلکه بسیار یک سلیقه بلندی این مردم را نشان داده است که این مردم البته سرزمین خود را دفاع میکردند، اما از نزاکت طبیعت، زیبایی طبیعت، از دوست داشته توانستن دوشیزه ها، اینها احترام نسبت به مادران و اینا را من خیلی زیاد نکته های را حکیم فردوسی آورده است. درباره گل همین است که پیشوازگیری مهمانان با طبق گل، امروز میبینید اون یکی بانا یا که مثلا گل دسته توفه میکنن، اما طبق گل بوده است. با طبق گل دوشیزه ها پیشواز میگرفته بوده استن مهمانان و مهمان را در یک بیستری اگر شب میساده بوده است جای میکردن که بیستر را از مشکهای سوده می پاشیده بوده است که وی بوی مشک بوی بسیار معطر داشته است، چون که این بوی های همون خوشبوی های ما مشکی می شدن، سوده می شدن، آبی می شدن و دودی. ببینید ما هنوز نمیدونیم، شما اگر متوجه شده باشید در هندوستان همین عطرهای دودی هم وجود دارد. شام برینه است دود میزنن، مثلا صندل متاسفانه در تاجیکستان ما من نمیبینم، اما مثلا در افغانستان شانه های از چوب صندل تراشیده بود، خیلی زیبا شانه های دخترانه و بچگانه. وقتی که کس موی هایش را شانه میکند همین بوی صندل بسیار بوی معطر است، همون مشکی میشود. یک و دیگری که دودی صندل دود میدادند، عبیر دود میدادند. خب یک سلسله همین خیلی بوی های بودن که دودی بودن. و مشک سوده، شعری که مشک سوده میانگیزد شب به دامن کابل، همین مشک سوده این میده کردگی پراشاک است که مشک پراشاک میکنن و به این میپوشند. و بغیر از این باز مشک آبی خب عطر است، مثل عطر. و ببینید من یک لحظه ای را از شاهنامه میارم باز که وقتی که شاهنشاه در تخت می نشیند، در تخت شاهنشاه، خوب این یک به اصطلاح روسا کرسل نیست، این تخت است که شاه می نشست. درباره زنها گفتید حتما خانومش شهبانو در پهلوش می نشست، مثلا کوروش کبیر در پهلوی شهبانو رو می نشاند. این هم واضح در مردم اروپا است که به مثلا خانومش اون سفیر حتی یک جور سفر نمی کند. این بود. و در همین دو طرفی تخت دو درخت شنانده شده که بودن، درخت سنئی بودن البته، ساقه درخت، شاخها، برگها و گلهایش بود، لیکن در جای میوهاش یکی انار بوده است، دیگری ترنج، انار و نارنج و ترنج بوده است که این به شکل انار و نارنج و ترنج اینجا سوراخ میکرده بوده استن، سوراخ‌های خرد میکرده بوده استن و درون اینها را همون مشک آبی یا مشک عنبر، مشک سوده پودر میانداخته بوده استن. و وقتی که شمال میوزیده بوده است، اونجا شمال، حتی شمال سنی هم خوب چیز میکردن، شمال دادن، این
میوه‌های سنی میجویده بوده است و از درونش عطر میپاشیده است در این فضای نشستگی. درست استاد، چگونه که آگاه هستیم شما با مقبره حکیم فردوسی به زیارت رفته اید استاد، در وقت همون زیارت شما را چه احساساتی فرا گرفته بود؟ بسیار احساساتی بلند بود. من حتی سراسیمه نمیشدم برای اونجا به اصطلاح اروپا یک پانتئون است. پانتئون یک مقبره که بالایش مقبره است، شما در عکس‌ها دیدید و زیر بنا می‌فرمایید در زینه‌ها قطعی و در آنجا چند لحظه از شاهنامه زیر چراغ پیکر تراشان خورد پیکر تراشی کرده ماندند و آنجا هم سنگ مرمری حکیم فردوسی. من بزانو زدم در همان مرقد حکیم فردوسی. خب البته لباسای نو داشتم، کمتر خاک‌آلود شدم و من تا اندازه تن فرستادم برای همان دستاندرکارانی همان مقبره که هر روز باید 3 بار باید پاکیزه کرد این مقبره رو و من با زانو اشته آیتی که شاید که نه همه دانند و همچون لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنه اصحاب الجنتی گفتم ما خوندم و از این زینه ها که می فرامودند چند از زنان و مردان ایستادند و گوش کردن که این کی است، این ایرانی نیست، این از جای دیگر آمده است و پیش من آمد، نزد من آمدن گفتن که شما آذربایجانیید؟ گفتم نه، گفتم من آذربایجان، من تاجیکم. تاجیک. خب یک تا دو تاش میدانسته بود از تاجیکستان. گفتم بله. و یک خانم اونجا خانم‌ها را اجازه نیست برای هیچ. آمد یک پارچه یک لطه گرفت و همون زانه‌های مرا اینجای مرا پاکیزه کرد. و من سپاس گفتم و رفتم برآمدم. من میدانستم که مهدی اخوان ثالث این شاعر بسیار بزرگ گفته بود که مرا بگرانید چقدر که امکانیت دارد ایران، 10 قدم است، 100 قدم است، 1000 قدم است، همون نزدیک به همون گورستان فردوسی بگرانید. و من جستجو کرده از همون گلفروش هم نبود متاسفانه، از همون عکاس که عکس میگیرید از اون پرسیدم که اخوان ثالث هست اینجا تربتش گورش؟ گفت که بله. اونجا دیدم خب این تقریبا شاید که 20-30 قدم از تربت حکیم فردوسی در روی زمین یک مرمر سیاه گسترده شده است. مرمر سیاه این گفته خودش بوده است که مرا از زمین بالا گورم را نکنید، به زمین یکسان باشد لیکن نامم باید باشد. و من دیدم اخوان ثالث در بالای سری اونم یک دعا کردم و ما باید مکه دوم همون گورستان گوری فردوسی را باید بدانیم. به فکر من همین است. زیاد استاد، بسیار یک صحبتی صمیمی بود. استاد در آخر با بینندگان ما چی گفتنی هستید؟ من گفتنی هم که فرزندان خود را شاهنامه بیاموزانند. فرزندان را اگر به شاهنامه بیاموزانند، مخصوص احترام به پدران و نیاکان 70 پشت خود احترام خواهم گذاشت. دوم که جوانمردی و مردانگی و اینا یاد میگیرند از شاهنامه. سوم که از شاهنامه زبان میآموزند، شعرخوانی و شعردوستی را یاد میگیرند. تشکر زیاد استاد. بسیار یک صحبت صمیمی، صحبت گرم و جوشان بود. بسیار یک از صحبت شما یک معنی و یک جهان معنی گرفتیم استاد و امیدواریم که شنوندگان همیشگی ما نیز از صحبت شما
یک کیفیت ببرم. استاد برای یک صحبت صمیمی برای شما تشکر میگویم که دعوت ما را پذیرفتید و وقت قیمت خود را دریغ نداشته به برنامه ما حضور آوردید. سپاس با شما. بله. تماشابینان عزیز، بار دیگر یادآور میشویم که هم صحبت ما بودند مشاور رکتور اوید به ارتباط با جامعه پروفسور فخری دانشگاه دولتی کلاب به نام ابوالله رودکی، همزمان خاورشناس استاد ظفر میرزایان. تا برنامه‌های آینده ما شاد و فیروز باشید. سلامت باشید.